سلام علیکم. اینجا کاظمین 6 کیلومتری شهر بغداد با موتر 12 کیلومتر. این در ورودی باب المراد، تنها زیارتگاهیه که دو تا امام میشه کنار هم دید، اما قبرستان بقیت چندین امام اونجا بارگاه ندارن. اینجا آرامگاه امام موسی کاظم، امام هفتم و امام نهم محمد تقی جوادالائمه. پدر بزرگ و نوه اینجا دفنه و امام رضا پسر مشهد دفنه. امام موسی کاظم سال 183 هجری قمری به شهادت رسیدن و امام جواد جوانترین امام در 8 سالگی به امامت رسید و جوانترین امام به شهادت رسید در سن 25 سالگی. تاریخ شهادتشون دو تا روایت است، یکی 195 هجری قمری و دیگری 220 هجری قمری. واقعا اینجا چیزی که اسکدوم انرژی بالاست و مردمان بسیار خوبی داشت. بسیار امشب هم هوا بسیار عالیه. و جلوتر ایستگاهی هست، ایستگاه صلواتی که میگن همیشه سال سوپی، آشی، چای اینا همیشه صلواتی هست. و یک شخص بزرگ دیگه هم در کنار این دو امام دفنه، شیخ مفید یا شیخ قومی، روایتگر اسلام در سال 400 قمری. اینجا بازارهای شهر کاظمینه. قیمتش هم واقعا منصفانه بود جایی که قیمت گرفتم. و جلوتر هم که میبینین اونجا هتل‌هایی هست، هتل‌های واقعا خوبه، واقعا خیلی خوبه. چند تایی که ما رفتیم تمیز، اتاقا تمیز و شاید برای زوارای خود عراقی خونه‌ای هست که کرایه میدن. اونا دیگه بعضی رو نمیدونیم چه شکلیه، اما این هتل‌ها خوبه و جای خوبیه برای اومدن کاظمین. ما 2 شب که اینجا بودیم واقعا الان چله زمستون، اما نسبت به هوای اروپا واقعا یه هوای بهاری به حساب میاد که ماها قشنگ با تیشرت میشد امرو راه بریم.